میگن شتر هم حرف زد. جل الخالق، مگه شتر حرف میزنه؟ میگن آره زمانهای خیلی قدیم شترها تو بیابون داشتن میچریدن و میخوردن و فلان و اینا. این شتروانه میاد میگه خدا را شکرت، اگر ما چیزی خودمون گیرمون نمیاد این شترها خار و خاشاکی تیغی چیزی میخورن، بعد یه لیوان شیرشون هم ما میخوریم. میگه یکی از شترها زبون باز کرد، اومد جلو دهنشو باز کرد، پر خون بود. گفت آره میخوریم ولی داریم با خون میخوریم، با خون میخوریم. شتر نمیدونم چقدر تکنولوژی اون شتر قوی بوده، قدرتمند بوده، بالا بوده، کامپیوتر بوده، چی بوده؟ شتر حرف زده. شتر دروغ میگه، شتروانه دروغ میگه، اونایی که اتل متل برای ما تعریف کردن دروغ میگن. حالا هرچی بوده قشنگ بوده، خیلی قشنگ.